سلام و درود به کانال فرندلی ادوایس خوش اومدید. ما اینجا سعی میکنیم با گفتن نکاتی در رابطه با روان و آرامش روانی به شما کمک کنیم و ممنون از شما که با لایک و ساب به ما کمک میکنیم. ویدیوی امروز همونطور که از عنوانش پیداست در رابطه با عزت نفسه. عزت نفس نظر شخصی شماست که در رابطه با خود شما توی ذهنتون شکل گرفته و این عزت نفس در نوع نگاه شما به خودتون و شخصیتتون و نوع نگاه شما به دیگران و در انتخاب‌های شما در زندگیتون بسیار تاثیرگذار و حیاتی هستش. و ما این رو میدونیم که عزت نفس بسیاری از افراد در طول زمان و تحت تاثیر محیط و افراد دیگه بسیار کاهش یافته. ما قصد داریم توی این ویدیو 8 نشانه از عزت نفس پایین رو برای شما بازگو کنیم تا اگر از این دسته از افراد هستید حتما برای تقویت عزت نفس خودتون اقدام بکنید. نشانه اول، شک مداوم به خودتون. این شک میتونه شامل شک به شخصیتتون، وضعیت ظاهریتون، خونه و خانواده و تمام دارایی‌های معنوی و مادی شما باشه. و این شک ها باعث میشه که ما بیش از اندازه خودمون رو زیر ذره‌بین و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. به طور مثال دقایقی رو جلوی آینه وایسیم و به ظاهر خودمون با دقت‌تر نگاه کنیم و ایراداتمون رو بیشتر پررنگ کنیم و یا شاید ساعتها توی ذهنمون گفتگوهای نافرجامی در رابطه با نواقص خودمون شکل بدیم. و این تردیدها باعث میشن که ما هیچ وقت به سمت علایق و طرح و برنامه هامون قدم بر نداریم، چون فکر میکنیم که به خاطر داشتن نواقص و ضعف‌های کوچیک همیشه توی برنامه هامون شکست میخوریم. نشانه دوم، عذرخواهی زیاد. گاهی وقتا ما به خاطر موضوعی که روش هیچ کنترلی نداشتیم دائما خودمون رو مقصر و قربانی میدونیم و فکر میکنیم که عذرخواهی‌های زیادی رو به خودمون بدهکاریم و خیلی وقتها برای ترس از بحث‌های کوچیک و ترس از دست دادن طرف مقابل با اینکه اصلاً تقصیری نداریم دائما از طرف مقابل عذرخواهی میکنیم. البته زمانی که بدونیم تقصیر از ماست و عذرخواهی بجا داشته باشیم این نشونه شعور بالا و مهربونی ماست. نشانه سوم، دائما تقصیر رو به گردن دیگران میندازید و از پذیرفتن مسئولیت‌ها و ضعف‌هایی که توی شخصیت شماست امتناع می‌کنید و شما انگشت اتهام رو به سمت دیگران میبرید. اما خوبه که گاهی ما برخی از ضعف‌ها رو به عنوان بخشی از شخصیت خودمون بپذیریم و برای اصلاحشون گام برداریم. شاید خودمون مقصریم. نشانه چهارم، شما ژست و حالت خوبی ندارید. شما صاف نمی‌ایستید و شانه ها و کمر شما به طرف پایین خم شده. این زبان بدن ضعیف نشان دهنده این هستش که شما اهمیت نمیدید دیگران در رابطه با شما چه فکری میکنند و خود همین مسئله این رو نشون میده که شما خودتون رو دوست ندارید و نمیخواید جذاب به نظر بیایید. از اینها گذشته وضعیت جسمانی شما به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و شما با درد کمر و شانه و سردرد و گردن درد مواجه خواهید شد. نشانه پنجم، عادات بدی در خود ایجاد کرده اید که هیچ علاقه‌ای به اصلاحشون ندارید. برای مثال پوست کنار ناخنتون رو میکنید، با موهاتون ور میرید و دائما ناخنهاتون رو میجویید، علل خصوص زمانی که در جمعی قرار دارید و نگاه ها روی شماست. نشانه ششم، دستاوردها و نقاط قوت خودتون رو کم اهمیت جلوه میدید و همین باعث میشه که شما هیچ وقت طعم حس ارزشمندی خودتون رو نچشید و دائما در گفتگوهای خودتون با خودتون و در گفتگوهای خودتون با دیگران دستاورداتون رو کم اهمیت جلوه میدید. خودتون رو لایق ستایش و قدردانی نمیدونید و دائما تعریف‌های مثبت دیگران و خودتون درباره خودتون رو رد میکنید و این باعث میشه با وجود دستاوردهای ارزشمندتون همیشه خودتون رو از دیگران پایین‌تر بدونید. نشانه هفتم،
تصویر منفی از خودتون دارید؟ آیا با بارش فکرهایی مثل این که من به اندازه کافی قیافه زیبایی ندارم یا به اندازه کافی باهوش و جذاب نیستم مواجه میشید و در این مواجهه خودتون رو پایین‌تر از دیگران میدونید؟ باید متوجه این موضوع باشید که این افکار بسیار غیر منطقی و مزاحم هستند و هرچه زودتر باید از شر اینجور افکار خلاص بشید. و در نهایت نشانه 8، کمالگرایی. شما فکر میکنید که با نداشتن نقص و ضعف میتونید احساس شایستگی بکنید. احتمال داره که شما از کمالگرایی به عنوان راهی برای احساس موفقیت استفاده کنید، اما در نهایت متوجه میشید همین کمالگرایی باعث میشه که زود تسلیم بشید یا اصلا دست به شروع نزنید و هر کار خوبی رو که به خاطر داشتن ضعف‌های کوچیک انجام میدید زیر سوال ببرید. در نهایت ویدیو ما به پایان رسید و اگر احساس میکنید که با این ویدیو ارتباط برقرار کردید و شک به خود و ناامنی رو تجربه میکنید، بدونید که تنها نیستید و افراد زیادی این درد مشترک رو دارن. از تماشا و دقت شما نهایت سپاسگزاری رو دارم. در ویدیوهای بعدی شما رو خواهم دید.